اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا یه بار دیگه شکرت، هم از این بابت که ما رو به این مهمانی بی‌نظیر دعوت کردی، هم از این بابت که این شرایط رو فراهم آوردی تا در ماه مبارک رمضان پای صحبت‌های استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی عزیز بنشینیم و حظ ببریم و اطلاعاتمون رو زیاد بکنیم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدین. عید شما مبارک باشه، عید حلول ماه مبارک رمضان، و خوشحالیم که شما رو زیارت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات. ان شاء الله خداوند توفیق این که ما جزء روزداران و نمازگزاران و جزء عبادت کنندگان این ماه باشیم که اگر چنین باشد این خودش یک نعمت بسیار بزرگی است، چون اگر ماه مبارک رمضان از دست بره دیگه امیدی نیست که انسان به جایی برسه مگر اینکه در موسم حج در موقف عرفات اونجا عرفه، اونم که خب خیلی بعیده بعیده. انشاءالله که همه توفیق درک این ماه شریف رو و فیوزات و برکاتش رو همه دوستان عزیز بیننده و رفقایی که اینجا زحمت میکشن هممون داشته باشیم انشاءالله. سلامت باشین انشاءالله به دعای شما و راهنمایی های شما و مثل شما. ما حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون اصل موضوعمون که حالا من اشاره هم کردم توی بخش قبلی، فرمودید که توفیق درک در واقع ماه مبارک رمضان رو داشته باشیم و اون فیوزاتی که درش هست. به نظرم برای اینکه ما چیزی رو خوب درک بکنیم لازمه که معرفتمون نسبت به اون چیز زیاد باشه، زیادتر بشه. راجع به ماه مبارک رمضان، شأن و جایگاهش، فضیلتش، حالا آیات قرآنی که مردم شنیدن دربارش و بزرگان علما شما و مثل شما زیاد صحبت کردن. من میخوام توی این فرصت حالا از شما بپرسم اگه ممکنه شاید از اون کمتر شنیده شده ها درباره ماه مبارک رمضان برای ما صحبت بکنید. یه مطلب. دو اینکه یه کسی مثل من ممکنه که نه اسمش توی رجبیون در دفتر رجبیون ثبت شده، نه حواسش به شبا و روزهای قشنگ ماه شعبان، ماه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله بوده، کلا غافل بوده. یهو الان رسیده به امشب که امشب شب اول ماه مبارک رمضانه. خب برای من و امثال من که توی این دسته میگنجیم چه بسته پیشنهادی داریم، چه توصیه‌ای داریم که خیلی زود خودمون رو برسونیم به اونایی که از اول رجب بالاخره حواسشون بوده دیگه؟ آیا اصلا راهی هست که تو این شب اول، تو این دو سه شب اول حداقل ما سریع مثل این مسابقات دو دیدیم طرف عقبه بالاخره یه انرژی بگیره، یه چیزی بهش برسه، سریع برسونه خودشون اون نفرات اول؟ اینم سوال دوم. بله، با کریمان کارها دشوار نیست. طرف کریمه، رمضان کریم، خودش رمضان کریمه و خدا هم کریم. بنابراین کار مشکل نیست. عرض کنم که بهترین حرف خود اهل بیت علیهم السلامه. آقا امیر می‌فرماید که در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر برای ما سخنرانی کردن و اینجوری فرمودن: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ماه خدا به سمت شما داره میاد با همه برکت ها و رحمت ها و آمرزش هایی که همراه خودش داره. شهر هو عند الله افضل الشهور، ماهی که برترین ماه هاست پیش خدا. حالا چرا؟ دیگه همین که این ماه برترین ماه هست. افضل الشهور عند الله، ایام افضل الایام و لیالی افضل اللیالی، شبها و روزاش بهترین شبها و روز هاست و ساعات و افضل ساعت. فقط دویتون فی الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. در این ماه شما رو به مهمانی خدا دعوت کردن و شما رو جزء اهل تکریم شدگان و بزرگداشت شدگان قرار دادن. تحویلمون گرفتن. حالا سوال اینه که مگر در غیر ماه مبارک رمضان ما مهمان کی هستیم؟ ما کلا مهمان خداییم دیگه در واقع تو این دنیا. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری.
دوستان را کجا کنیم محروم تو که با دشمن. ما که همیشه سر سفره خدا همیشه این مأدبه الهی است که پس چرا اینجا پیامبر میفرماد این تو این ماه دعوت شدید به مهمونی؟ است که مهمونی خاصی، این مهمانی باید مهمانی ویژه‌ای باشه. حالا اینکه مهمانی ویژه چی باشه بحث داره که ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. همیشه اصلا خداوند بنی آدم را تکریم کرده. آیه قرآن هست دیگه. بله بله. و کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناکم من الطیبات و فضلناکم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. سوره مبارکه اسراء فرماید که ما بنی آدم رو تکریم کردیم. پس این کرامت چیه؟ باید غیر از اون تکریم عام باشه، وگرنه اون تکریم عام برای همه هست. پس این یک باز کرامت ویژه است. عرض میکنم که خب دوستان میدونن که خداوند 2 تا رحمت داره، یک رحمت رحمانیه، یک رحمت رحیمیه. درست. بر حسب رحمت رحمانیش بله گبر و ترسا مهمان خدا هستن، همه مورد کرامت واقع شدن، منتها اینکه حالا نمیفهمن استفاده نمیکنن اون دیگه مشکل از خودشونه، وگرنه بر حسب رحمت رحمانیه همه کلا نمد هؤلاء و هؤلاء و ما کان من عطاء ربک محظورا، همه خوب و بد و مؤمن و کافر و همه از طرف خدای متعال امداد میشن، روزی داده میشه. نحن نرزقکم و ایاهم، ما به شما روزی میدیم، ما به فرزنداتون روزی میدیم. اما خداوند رحیم هم هست. این رحمت رحیمی خاصه کسانی که قدر خودشونو میدونن، جایگاه خودشونو میدونن که تو این الان تو چه ماهی وارد شدن، رابطهشون با خدا چه رابطه است و خدا از اونها چی میخواد و چرا. آیا خدا مثلا نیاز به روزه ما داره، نیاز به نماز ما داره؟ چرا روزه رو واجب کرده؟ چرا نماز رو واجب کرده؟ چرا این دستورات رو صادر کرده؟ اینا رو میفهمن. اینها میان سر سفره رحیمیت خدا می نشینن. این ضیافتی که ضیافت ویژه هست. و بعدم فرمود که انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدن شما ثواب سبحان الله گفتن و ذکر گفتن و عبادت کردن داره. نومکم فیه عباده، خوابیدنتون ثواب عبادت داره. طرف خوابیده ولی به حسابش نماز نوشته میشه، به حسابش سایر عبادت ها نوشته میشه. دعاکم فیه مستجاب، دعاتون در این مستجاب میشه. اعمالکم فیه مقبوله، کارهاتون در این ماه قبول میشه. باید سوال میکنن که چیکار کنیم که کارمون، نمازمون قبول بشه، روزمون قبول بشه. این ماه، ذات این ماه باعث قبولی اعمال میشه. شیاطین در این ماه به قل و زنجیر کشیده شده اند، شما با دست خودتون بازشون نکنید. درهای رحمت خدا در این ماه بازه، شما از این فرصت استفاده کنید. فرمود که گفتم چیکار کنیم یا رسول الله؟ فرمود که انفاق کنید. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله ما که چیزی نداریم که انفاق کنیم، خودمون چیزی نداریم. فرمود اتقوا الله ولا بشق تمرة، یه نصف خرما که میتونید بدین. آره. حالا این نصف خرما که پیامبر گفته، بعضیا که طرف میلیاردر چی مولتی میلیاردر چی میگن از این چیزاست، یه پاکت خرما منم خیلی سر در نمیارم نه اعداد و ارقام. یه پاکت خرما میخره میاد تو مسجد. آره. این پیامبر گفته نصف خرما، حالا ما که یه خرما میدیم. نه اون برای فقیرترینه دیگه. ما کسی اینو هیچ چی نداریم. چی نداره یه نصف خرما. برمون برو به شربت من الماء، یه لیوان آب که میتونی دست روزه‌دار بدی. اما شما که داری تأمین کن، افطاری یک ماهه یک فقیر رو تأمین کن. یعنی پولی بهش بده یا آذوقه‌ای بهش بده که این ماه راحت. نه اون که پیامبر، چون بعضی سوء استفاده میکنن از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. اون شق تمر مال کسی است که هیچی نداره. راست میگی. اون کسی که داره خب باید بیشتر. فرمود از خدا بترسید، پروا داشته باشید، حتما انفاق کنید. بعد هم حالا فرمایش دیگه که حالا اینجا وسط بحث مولا امیر بلند شد و گفت یا رسول الله افضل ای الاعمال افضل فی هذا الشهر، در این ماه چه کاری از همه برتر است و بهتره، چه کار کنیم که از همه کارها بهتر باشه؟ پیامبر گریه کردن، اشکشون جاری شد، شدن گریه کردن. آقا امیرون پرسیدن یا رسول الله من چیزی نگفتم، فقط یه سوال پرسیدم، گفتم چه عملی در این ماه افضله؟ فرمود گویا میبینم که در همین ماه در حالی که شما روزه هستید محاسن شما رو
با خون فرق سرتون خضاب میکنن. حالا اینجا اون سوال مولا خیلی جالبه، نگفتی راست کیه، چیکار کنم، چیکار مثلا بگو تا من جلوگیری کنیم مثلا. این حرفا نبود. فرمود افی سلامت من دینی، اون موقعی که من کشته میشم دینم سالم هست. الله. بله. کسی مثل امیرالمومنین هم نگران اون لحظه ایه که بله این میخواد جان از بدنش خارج شه. آیا من اون موقع مؤمنم، ایمان دارم؟ تو بحث معاد ان شاء الله بهش خواهیم رسید. عجیبه این بحث عدیل عند الموت بحث عجیبی است. گفت که اون موقع من دینم سالم هست یا رسول الله؟ فرمود بله. پس این اتفاق همون موقعی است بود که آخرین جمعه ماه شعبان و خطبه دارن میخونن پیامبر و راجع به فضایل ماه رمضان میگن، بعد وسط خطبه امیرالمومنین میپرسن که بهترین کار چیه و این ماجرا در این ماه چیه، در ماه رمضان. پیامبر اول گریه کرد که بعد از جهت گریه رو پرسیدن، فرمود که این صحنه رو دارم میبینم که با خون فرق شما محاسنتون رو خضاب خواهند کرد، یعنی محاسن شما که سفیده با خون فرقتون قرمز میشه، حنایی میشه مثلا. و حضرت هم پرسید که آیا دینمون در موقع سالم هست؟ فرمود بله. بعد پیامبر فرمود که بهترین عمل در ماه مبارک رمضان الورع عن محارم الله. نفرمود مثلا فلان عمل گفت که این که انسان از حرام ها پرهیز کنه، چون حرام مفسد عمله. یعنی شما فرض کن که 100 لیتر شیر داری، یه چیز میریزی که همش فاسد میشه یا تبدیل به یک زهر هلاهل میشه. مثلا گناه مثل زهر هلاهلی است که میاد تو وجود عمل انسان و عمل رو فاسد میکنه. فرمود که این که انسان از گناه پرهیز کنه، پارسایی و پرهیز از گناه بهترین عمل است. خب حالا بنده میخوام که خدمت دوستان عزیز اگه فرصتی باشه یک دستور عمل اجرایی و کاربردی که دی اول ماه مبارک رمضان هست و باید ما برنامه ریزی بکنیم. گاهی انسان چون برنامه نداره اون آخرش سرش کلاه میره. یه عذرخواهی میکنم اگه موافق باشین، عرضم حضور شما که من یه سوال بپرسم اینو پاسخ بدین، بعد اون دستورالعمل رو بزنیم، یه فاصله بگیریم، برگردیم مفصل از شما بشنویم، چون یه نسخه کاربردی هست برای خیلی‌ها مثل من و اینا. این که فرمودین برای ورع، یعنی در واقع بهترین عمل در ماه مبارک رمضان، پس شد ورع. بله. به معنای پارسایی، پرهیز از گناه، ورع عن محارم الله. این که انسان کار من شنیدم ورع یه مرحله بالاتر از تقواست. ورع دو تا معنا داره. یکی تقوا دو جنبه داره، جنبه ایجابی، جنبه سلبی. جنبه ایجابیش انجام واجبات و این هاست، جنبه سلبیش ترک محرمات. خب وقت ترک محرمات میشه ورع، یعنی یک بخشی از تقوا میشه ورع. این یک معنا. یه معنا بله ورع بالاتر از تقواست، چون تقوا پرهیز از گناه، از حرام و از نمیدونم پرهیز از این که انسان ترک واجب داشته باشه، اما ورع میاد مستحبات رو هم انجام میده، میاد مکروهات هم ترک میکنه و الی آخر. پس بهترین عمل در ماه مبارک رمضان روزه نیست، روزه تکلیفه. بله. بهترین عمل در ماه مبارک رمضان روزه دله، گناه نکردن دیگه. یعنی آدم اونم روزه نداشت باشید، روزه 4 مرتبه داره. یه روزه عوام همین که انسان از 9 چیز امساک بکنه. بله. نخوره، نه یا شام آموزش نداشت باشه، چیز از این قبیل. درسته. این روزه عوامه. خب حالا کسی این روز رو گرفت، یه روزه هست و قضا نداره، کفاره نداره، شلاق نداره، شرعاً روزش هم قبوله. بله روزشو گرفت. بالاتر از این که روزه خواص باشه، اون امساک از کل محرماته و انجام همه واجباته. تو این روزه اگر شما غیبت کردی این روزه باطل میشه. دیگه این روزه رو ندارید. اگر در روز مبارک رمضان که مثلا نماز نخون، اون روزش باطل نمیشه، روز عوامش باطل نمیشه، ولی روزه خواصش باطل میشه. درست. از این بالاتر روزه خاص الخواصه که نه تنها از محرمات امساک میکنن، از مکروهات هم امساک میکنن، از خیلی از مباحات هم خودداری میکنن که یه وقت گرفتار نشن، نکنه همین مباح مثلا مشکلی توش باشه. بله. از اون بالاتر روزه اخص الخواصه که اینا دیگه از ما سوى الله امساک میکنن. این بهترین عملی که گفتن کدوم مرحله؟ هم مرحله آخر اینه؟ دوم. به نظر من یک شیعه باید اون دوم، برای ما همون دومیه که علاوه بر اون 9 چیز از همه محرمات بله امساک. آها.
اللهم ارزقنا. خدا کنه که این همین نکته که شما گفتین رو به نظرم اگه عمل بکنیم همین 2-3 روزه میتونیم خودمون برسونیم. این 2-3 روزه همین خشت اولو، چون اگر کج بذاریم مردم دیگه تو ثریا میره دیوار کج. حواسم من شیشتونگ دارم گوش میدم حرف آقا رو که این خشت اول درست بذاریم اول ماه مبارک رمضان. بریم برگردیم نسخه کاربردیه رو قرار بفرمایید که سری خودمون رو برسونیم به اونایی که از اول ماه رجب حواسشون بوده. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه حسین زاده عزیز خوش سلیقگی کردن، یا آیه قرآن برامون پخش کردن، آیه 183 سوره مبارکه بقره. الان ما همین یه دونه آیه که خوندیم یعنی کل ختم قرآن کردیم. بله. در ماه مبارک. زیبایی این آیه بینه که اون لذت، اون بهجت خطاب، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، دیگه بقیه رنج و درد رو همه رو این یا ایها الذین آمنو جبران میکنه. آها، ای کسانی که ایمان آوردید. لذت این که یا ایها الذین آمنو چقدر زیباست. خدا خطاب این افرادی که روزه میگیرن، ای کسانی که ایمان آوردید. خدا خودش با یهودی‌ها اینجوری صحبت نمیکنه، میگه قل یا ایها الذین هادو. پیامبر شما قل یا ایها الکافرون، پیامبر بهش این کافرها اینجوری بگو. خودش یا ایها الذین آمنو خیلی خوب کتب علیکم الصیام. آره. لذت این خطاب هرچی درد و رنج، حالا وقتی روز درد و رنج نداره داشته باشم همش از بین میره با این لذتی که از این خطاب انسان میبره. الحمدلله الحمدلله. یعنی ما الان مخاطب این آیه ایم دیگه. بله بله. که قرار روزه بگیریم در ماه مبارک رمضان. بله. خب نسخه کاربردیه رو بفرمایید، مشتاقن مردم. بله. خب انسان ابعادی داره که همه این ابعاد وجودی انسان نیاز به تغذیه، نیاز به توجه، نیاز به ویتامین، نیاز به پرورش دارن. یکی عقلشه. عقل انسان غذا میخواد. توصیه ما اینه که دوستان عزیزی بیننده در ماه مبارک رمضان حتما یه بحث علمی داشته باشن. درست. این بحث معاصی ما میخوایم داشته باشیم، هم بحث اعتقادیه، یعنی هم آیت محکمه هست که بعداً توضیح خواهم داد، هم فریضه عادله هست، هم توش سنت قائمه هم هست، یعنی هر سه تا فقه درش هست. درست. حالا اگر شد همین بحث و یه سخنرانی مثلا گوش کنن، یک تفسیر قرآنی، یک بحثی راجع به عقلشون، یک غذای راجع به عقلشون تهیه بکنن. مواد غذایی که عقل نیاز داره رو بهش برسونن که اینه که مثال زد. این ویتامین رو ازش غفلت نکنه. خب قلب انسان هم نیاز به غذا داره، نیاز به تربیت داره، نیاز به توجه داره. قلب انسان با دستگیری بینوایان، با کمک به دیگران، با اطعام دادن، با اینها تغذیه میشه که باید این کار حتما انسان که فرمودید تو بخش قبلم انفاق کردن و اینا. اون قلب تقویت میشه، قلب قوی میشه، قلب سالم میشه. اگرم بیماری داشته در طول اون 11 ماه، تو این ماه درمان میشه، درمان کامل. و اون چیزی که به در انسان میخواد اینه روز قیامت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این انفاق ها، این دست به سریعتی ما کشیدن. یه بحثی داریم، حالا انشالله این بحث هم فرصتی بشه تو اسم عاد خواهیم داشت. رو درهای بهشت جملاتی نوشته شده، درهای بهشت و درهای جهنم، که پیامبر فرمودن که هر جمله از این جملات از تمام دنیا و اون چه دنیاست ارزشش بیشتر است برای کسانی که اینها رو یاد بگیرن و عمل کنن. یکی از اون که از رو اون درها نوشته شده که اگه انسان میخواد که لذت دنیا رو ببره، حال لذت معنوی، یا اینکه میخواد که آخرتش تامین بشه، ان شاءالله بعداً خواهیم خوند کل حدیث رو ان شاءالله اگه توفیق باشه، دست به سر یتیم ها بکشه. این دست به سر یتیم کشیدن در واقع قلب انسان رو تقویت میکنه، قلب انسان رو، غذای قلب، ویتامین قلب. بدن ما هم نیاز به ویتامین داره و یک ویتامینش خود روزه هست. پیامبر فرمودن صوموا تصحوا. مثلا یک سال هر چی گیرش میاد میخوره، این غذاهای زائد میره تو نسوج بدن پنهان میشه اونجا و میشه یک مرکزی برای تغذیه انواع باکتری ها، میکروب ها و اینها. این یک ماه روزه یک خانه تکانی دقیق انجام میشه. انسان الان ثابت شده، از لحاظ علمی هم ثابت شده. پس با روزه انسان به بدنش خدمت میکنه. با برخی از این دعاها و برخی نمازها، اینها البته اون نماز اونها به هر سه بعد کمک میکنه. درست. توصیه ما اینه که دوستان که
ما چیز رو سحرها رو حتما بیدار میشن برای سحری خوردن که حتما این کارو بکنن، چون خودش مستحبه. خود بیدار شدن و سحری خوردن مستحبه. یا مثلا بیدارم بشه نماز هم بخونه سحری نخوره، نه سحری هم بخورید، خود سحری خوردن هم مستحبه. بیدار که میشن که سحری بخورن، خب حتما نماز شب داشته باشن، متا کوتاه‌تر که خیلی وقتشون گرفته نشه. بله. یه ربع 10 دقیقه بذارن برای نماز شب. حالا یه مقدار بیشتر بخونن، میتونن دعای سحر رو هم تو قنوت نمازهای شبشون بخونن. اگر هر کدام از اون دو رکعتی میخونن 4 فراز از اون دعا رو بخونن که دو سه شب بخونن، بعد دیگه حفظ میشن و خیلی راحت میخونن. هر فرازی هر قنوتی 4 فراز اونها رو بخونن، آخرش 3 فراز میشه. کل دعای سحر تو قنوت خونده میشه در بهترین جا. هم دعای سحر رو خوندن، هم کجا خوندن؟ در قنوت نماز. در قنوت نماز، هم نماز شب. یه ضریب میخوره دیگه. آره اینا همیشه ضریب میخوره. چون که وقت دعای سحر هم خیلی دعای عجیبی است. آره. دعای سحر رو امام رحمت الله علیه شرحی براش نوشتن که جالبه. خدمتتون عرض کنم که قرائت قرآن رو حتما داشته باشن، در این جزخوانی های قرآن شرکت کنن. بنده که خدمت شما هستم اکثر آنچه که راجع به قرآن دارم رو از کودکی تو این جزخوانی ها و تو این مقابله های قرآن که دوره میذاشتم قدیما، حالا کمتر شده، اون قدیم تو مسجد ها میذاشتن. خیلی برکات داره این کار. یه سوال خیلی مهم میخوام بپرسم، اتفاقا تو ذهنم بود، حالا رسیدیم به اینجا چون شما هم تاکید کردین روی جزخوانی. کدومش بهتره؟ این که من در ماه مبارک رمضان 2 بار 3 بار قرآن رو ختم کنم، همون یه بار مثلا ختم بکنم، روزی یه جزء بخونم بدون توجه به معانی و یه ذره کوچولو فکر کردن به مفاهیم، یا مثلا نصف قرآن رو ختم کنم، 1/3 قرآن رو ختم کنم اما با توجه کامل به معانی و مفاهیم، کدومش بهتر؟ طبیعی است که دومی بهتره، منتها جمعش هم ممکنه. به این صورت که شما هر صفحه قرآن که میخونید، هر حزبی که از قرآن میخونید، یه آیه 2 تا آیه بهش توجه کنید، چون بقیه غالبا نیاز به توجه ندارن. مثلا همون که میخونه متوجه میشه و رد میشه. یه جاهایش ممکنه سخت باشه متوجه، یه جاهای خاصی که انسان چی میخواد بگه اینجا قرآن. ببینید آقا، ما عموم مردم مخاطبمون هستن ها. یعنی مثلا ممکنه یه آدم خیلی کاملا معمولی عادی آیات قرآن رو، همونها هم هر کدامشون هر صفحه که میخونن، هر 2 صفحه که میخونن، 1 یا 2 آیه روش تمرکز کنن. بعد از مدتی چند بار که قرآن ختم شد، یواش یواش میبینن که من خیلی از این معانی متوجه میشم. اینا داشت بشه آقای قوامی که لغات اکثر قرآن حدود 800 تاست. 800 تا لغت در قرآن هست که بیش از 80% قرآن تشکیل میده. یعنی این 800 تا اگه ما بلد بشیم انگار که کل قرآن رو دیگه بیش از 80% قرآن رو شما بلدید. آره. از این 800 تا لغاتی بهش میگن لغات اکثر، فارسی زبان ها بین 350 تا 400 تاشو بلدن. جالب. یعنی یه دیپلم 300 400 راه کامل بلده. بمونه چند تا؟ 400 تا. 400 خورده. این 400 تا لغت رو انسان تو همین که داره میخونه هی مراجعه بکنه، 2 بار 3 بار مراجعه بکنه، بعد از مدت ببینید 400 تا شد، مثلا 300 تاشو یاد گرفت، 100 تاش باقی مونده. بله. با تکرار، با این ادامه همون روخانی و همون جزخانی، یواش یواش میبینید که کامل قرآن رو میفهمه. این روش بهتر از اینه که مثلا فرض کن که بعضیا میگن که خب ما بریم قرآن رو مطالعه کنیم. اون دیگه قرائت قرآن نیست. یعنی فقط ترجمه‌اش رو میخونن. ترجمه‌اش میخونن، وقت ترجمه هم دیگه کلام خدا نیست، کلام مترجمه. تأکیدتون اینه که حتما خود قرائت قرآن آثاری داره که تو هیچ جای دیگه این آثار نیست. خود لفظ قرآن رو قرائت کردن آثاری داره که تو مطالعه حتی مثلا نگاه کردن ثواب داره. بله ثواب. ولی ثواب قرائت رو نداره. گوش کردن ثواب داره ولی ثواب قرائت رو نداره. اینکه خود طرف قرائت کنه. مطالعه کردن هم خوبه اما ثواب قرائت رو نداره. قرائت باشه، کنارش هم در رابطه با قرآن ما باید 5-6 گام رو برداریم. گام اول صرف قرائت، فقرؤ ما تیسر من، فقرؤ ما تیسر من القرآن، هر چه میسر هست، هر چی میتونی قرآن بخون. از این بالاتر باید ما تلاوت قرآن داشته باشیم، چون تلاوت یتلو تلون یک پیامد هم داره. الذین یتلون آیات، تلاوت کنیم قرآن رو. از این بالاتر ترتیل و رتل القرآن ترتیلا، که انسان وقتی میخونه زمینه تدبر باشه، زمینه این که بتونه. از این بالاتر تدبره،
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده. چرا تدبر نمیکنن؟ دلهاشون بسته شده. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا تدبر نمیکنن؟ اگه قرآن از جانب خدا نبود اختلاف توش پیدا میشد، اختلاف زیادی. این تدبر گام چهارمی که باید برداشته بشه. گام پنجم عرض کنم عمل به قرآن هست که قرآن نسخه هست و نسخه باید عمل بشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر قرآن نسخه شفا بخشه، نسخه کی اثر داره؟ زمانی که عمل بشه. بله، همین انسان بخونه و حفظ کنه اون آب طلا بنویسه، نه، باید عمل بکنه. از این بالاتر انس با قرآن هست که انس با قرآن انسان از هر انسی بی نیاز میکنه. و از این بالاتر مس قرآن هست. تا اینجا شرطی وجود نداشت. اینجا یک شرط وجود داره که حتما باید اون شرط تحصیل بشه. اون شرط چیه؟ شرط مس قرآن. لا یمسه الا المطهرون. هرچی انسان پاکتر باشه امکان مسش هست. این که مطلقاً میتونن همراه قرآن باشن، با قرآن تماس داشته باشن، چون مطهر مطلقاً. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون اونها مطهر مطلقاً با قرآن هم کامل تماس دارن. انسان هم هرچی پاکتر بشه به قرآن، تماسش با قرآن و مماس قرآن بیشتر خواهد شد. اینا که من عرض کردم اینا مراحلی است که ماها باید داشته باشیم. یه مرحله بالاتر هم هست که مال پیغمبره که اون دیگه اون ربطی نداره. اون مرحله تلقیه. یعنی چی؟ انک لتلقى القرآن من لدن حکیم. که قرآن دریافت کنه به ما برسونه. اون دیگه خاصه خود پیغمبر هست. خب حالا اینا مراتب بود که انسان نسبت با قرآن باید داشته باشه. خیلی خوب. خدمتتون عرض کنم که برگردیم به اون که چیکار کنیم در ماه مبارک رمضان. خب این در همون ادامه بود دیگه. غذای روح و اینا بود که میفهمم. 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که همین قرآن خوندن داشتم میگفتم. بله. حتما قرآن تو برنامه‌شون دوستان باشه. بله. مطلب بعد این که خدمتتون عرض کنم که در ماه مبارک رمضان همونطور که عبادت ثوابش چند برابر میشه، مثلا یک آیه قرآن ثواب ختم قرآن رو داره. یعنی شما یه آیه بخونید، قرآن ختم کردید، یک ختم قرآن معادل 6236 ختم قرآن در این ماه میشه دیگه. بله. یه قرآن ختم کرده. بله. یه قرآن ختم نکرده، 6236 بار قرآن رو خونده، ختم کرده. و در کنار این گناه هم همینطور در همه ایام متبرک و اماکن متبرک مثل حرم اینجاها، همونطور که ثواب کار خیر و کار خوب مضاعفه، کار بد هم عذاب مضاعف داره. افراد هم اینجوری انا همسر پیامبر تقوا داشته باشه ثواب مضاعف داره، بی تقوایی کنه عذاب مضاعف داره. عجب. یه عالم بی تقوایی کنه عذابش مضاعفه. خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه ولی یه گناه عالم رو نمیبخشه. هم باقی فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خدا 70 گناه جاهل میبخشه ولی یه گناه عالم رو نمیبخشه. ماه مبارک رمضان حرمت داره. حالا کسی به هر دلیلی نمیخواد روزه بگیره، ببین نداره روزشو مخفیانه بخوره، اصلا هیچ بهانه‌ای هم نداره ها، عمدن میخواد روزه بخوره. اگر روزخواری در پنهانی یک گناه داشته باشه، تجاهر به روزخواری قطعا 100 تا گناه داره، 100 برابر میشه، چون حریم شکنیه. حالا کسی مثلا فرض کن مسافر، ابن نداره، مریضه یا هر عضو دیگه که داره، این گناه ها مخصوصا در ماه مبارک رمضان کیفرش گاهی باعث میشه که انسان دیگه هرگز خوشبخت نشه. یعنی شقاوت رو پیشانیش نوشته میشه به خاطر بعضی از گناهانی که در این ایام شریف. پس از اون طرف هم دقت داشته باشیم که نکنه خدای نکرده ما در این ماه که انقدر حرمت داره حرمت شکنی بکنیم و گناه رو انجام بدیم. البته برنامه‌های دیگه هم باید دوستان انجام بدن، مثلا رفتن به مسجد در نمازهای جماعت شرکت کردن که البته به حمدالله تا حدی این مطلب هست تو جامعه ما، ولی باید بیشتر باشه، و مسجد رو آباد کردن و شرکت در اون. عرض کنم که برنامه‌هایی که هست از جمله ان شاءالله روز قدس که حالا هنوز خیلی مونده که قبلش ان شاءالله حرفای خواهیم داشت، شرکت در این محافل و این مجامع هم بسیار ارزشمنده و به مفاتی مراجعه بکنن. اون مثلا نمازهایی که هر شب داره رو گاهی بخونن دوستان، ضرر نمیکنن. اون دعاهایی که هر روز داره دعاهای خیلی زیبایی داره، اونها رو هم توجه داشته باشن. یکی از
بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان دعاست. بله. یکی هم علم آموزی و معرفت اندوزی است. خیلی خوب بسته، خیلی کاربردی و جامع و دقیقی بود که فرمودین. فقط خدا کنه توفیق عمل پیدا بکنیم که ان شاءالله خیلی زود برسیم به جمع اونایی که از اول ماه رجب المرجب حواسشون به این داستانا بوده. خیلی استفاده کردیم. اوامری ندارین استاد محمدی عزیز؟ خیلی خوشحال شدیم و استفاده کردیم. ممنونم از همراهیتون. ان شاءالله به شرط توفیق و حیات از فردا شب دیگه مفصل اونچه که وعده کرده بودیم رو امشب گفتیم راجع به خود ماه مبارک رمضان چون شب اول هست بشنویم از استاد. از روز اول ان شاءالله که فردا باشه ما بحث مفصل معاد رو خواهیم داشت. سوالات شما رو مطرح می‌کنیم با افتخار. الهی که به حق همین قرآن، به حق خود ماه مبارک، به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بهترین ماه مبارک رمضان عمرمون رو مردم تجربه کنیم امسال. الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا